چی بدی داره که دست بالا کنیم ده دیگه دعا بالا میکنیم اینجا بالا کنیم؟ نه، من تابعدار پیغمبر هستم. پیغمبر در کدام جا که بالا کرده بالا میکنم، در کدام جا که بالا نکرده نمیکنم. پیغمبر نان خورده دست بالا نکرده، پیغمبر داخل خانه شده دعا کرده دست بالا نکرده، بیرون شده از خانه دعا کرده دست بالا نکرده، سری قبرستان تیر شده دعا کرده دست بالا نکرده، ما را دیده دعا کرده دست بالا نکرده، اذان شنیده ختم شده دعا کرده دست بالا نکرده، بازار داخل شده دعا کرده دست بالا نکرده، تشناب داخل شده دعا کرده دست بالا نکرده، بیرون شده دعا کرده دست بالا نکرده، داخل مسجد شده دعا کرده دست بالا نکرده، بیرون مسجد شده دعا کرده دست بالا نکرده، حتی در همبستری دعا از دست بالا نمیشه. این دعاهای مأثور میگه، یعنی او دعایی که از پیغمبر علیه السلام در یک جای خاص در یک موقع خاص نقل شده، در اونجا پیغمبر دست بالا نکرد.